کسب درآمد دلاری از نمایش تبلیغات گوگل توی وبسایت شخصی خودتون. توی این آموزش ما میخوایم بهتون یاد بدیم که چطور از وبسایت شخصی خودتون کسب درآمد داشته باشید، اونم کاملا به صورت واقعی. این درآمدهایی که شما میبینید درآمدهای روزانه وبسایت‌های مختلفی هستش که از سرویس ادسنس استفاده میکنن تا درآمدهای بسیار بالایی رو داشته باشن، فقط با نمایش تبلیغات. به همین راحتی. توی ادامه ویدیو همراه ما باشید. کسب درآمد دلاری از طریق ادسنس. گوگل ادسنس چیه؟ چطور کار میکنه؟ گوگل ادسنس یه پلتفرم تبلیغاتیه که به شما اجازه میده تبلیغات گوگل رو توی وبسایتتون نمایش بدید و به ازای هر کلیک یا نمایش تبلیغ درآمد کسب کنید. پیش نیاز استفاده از گوگل ادسنس یه وبسایت با محتوای با کیفیت و بازدید کننده کافی هستش. همچنین باید قوانین گوگل ادسنس رو هم رعایت کنید تا حسابتون مسدود نشه. توی ادامه ویدیو هم ما به شما آموزش میدیم که چطور توی گوگل ادسنس وبسایتتون رو ثبت کنید. آموزش‌های ادسنس رو هیچ کس بهتون نمیگه، ولی ما توی این دوره که شروعش این ویدیو هستش تک تک جزئیات رو با هم دیگه مرور میکنیم. خب وارد سایت ادسنس میشیم و همونطور که میبینید سایت ادسنس مال خود گوگل هستش و برای اینکه به شما نشون بدم چقدر میتونید از بازدید وبسایت خودتون درآمد داشته باشید، یک نگاه کلی از نموداری که اینجا گوگل بهمون نشون میده میتونید استفاده کنید. مثلا برای دسته‌بندی گیم شما توی یک سایتی دارید که توی حوزه گیم فعالیت میکنید، اخبار گیم میتونه باشه یا هر سایت دیگه که مربوط به گیم ها باشه. ریجن خودتون رو انتخاب میکنید. مثلا اگر شما بازدید کنندهاتون از آسیا باشه روی آسیا کلیک میکنید. اگر از آمریکا اکثرا داشته باشه روی آمریکا و اروپا، که اکثرا بیشترین درآمد رو شما میتونید از اروپا داشته باشید. الان شما برای یک سایت گیم در اروپا که ماهیانه 50,000 بازدید داشته باشه ماهیانه $1000 دریافت کنید که $50,000 رو در کمترین حالت ما در نظر میگیریم. شما سایتتون به بازدیدهای خیلی بالاتری هم میرسه اگر که شما روی سئو سایتتون کار کنید و بتونید توی لینک های برتر، توی لینک های اول گوگل رقابت داشته باشیم و بازدید هدفمند جذب کنید که این بازدیدها همیشگی باشه و شما میتونید از این مرز هم رد کنید و ببینید برای مثلا 200,000 بازدید ماهیانه 4200 تا $4300 شما ماهیانه میتونید دریافت کنید از گوگل ادسنس خیلی راحت بدون هیچ مشکلی. ولی یک سری معایبی وجود داره این وسط. شما ایرانی هستین، هممون ایرانی هستیم و توی ایران زندگی میکنیم و این مشکلات برای ما ایرانی‌ها وجود داره که باید اینها رو رفع کنیم. پس راه حلایی هم وجود داره. متاسفانه یکی از مشکلات و چالش‌هایی که ما داریم اینه که ایران تحریم هستش. گوگل ادسنس پرداخت مستقیمی به ایران نداره و برای همین مجبوریم از راه حل‌های دیگه استفاده کنیم. و توی ادامه ویدیو قراره که یک سری از این راه حل ها رو با شما به اشتراک بذاریم. طی بررسی هایی و جستجویی که من انجام دادم تونستم یک سری افراد و یک سری سایت و پیج هایی رو برای اینکه بتونم به ایرانیا کمک کنن که درآمد خودشون رو از ادسنس نقد کنن پیدا کنم. و دقیقا مثل یوتیوب که MCN هایی هستن که شما 1% از درآمدتون رو بهشون میدید و درآمد شما رو نقد میکنن و برای یوتیوب خیلی زیاد هستش و دقیقاً هم اون درآمد یوتیوب به ادسنس متصله و کل دریافتی نقدی گوگل از طریق ادسنس انجام میشه که برای سایت هم به همین صورته. ولی متاسفانه افرادی که برای سایت ها فعالیت میکنن خیلی کمتره. برای همین ما یک سری آیدی ها، سایت ها و پیج های رو پیدا کردیم که براتون توی کانال تلگراممون قرار دادیم تا بعد از اینکه شما به اون حجم از ترافیک مورد نیاز و محتوای با کیفیت رسیدید درخواست خودتون رو بتونید برای گوگل ادسنس ارسال کنید و تبلیغات ادسنس رو توی سایتتون نمایش بدید. با این افراد میتونید از همین الان قبل از اینکه شروع کنید هم مشاوره بگیرید، صحبت کنید تا قبل از شروع به یک نتایج بهتری دست پیدا کنید و کمک بزرگی میتونم به شما بکنم. چیزی که من خودم تجربه کرده بودم یک مدت این بود که یک سایت محتوای فایل های دانلودی رو بالا آوردم، روزانه بین 5 تا 10,000 بازدید داشت و متصلش کردیم به ادسنس. متاسفانه ادسنسی که ما استفاده میکردیم ادسنس
ادسنس افغانستان بود و حتی وریفایش هم انجام شد از طرف یک شخصی که در افغانستان بود. برامون وریفایش هم انجام داد و پین کد ادسنس هم برامون ارسال شد. ما وریفای رو انجام دادیم، به اون حجم از درآمدی که باید برای ما وارد میشد رسیدیم، $100، ولی ادسنس پرداختی رو انجام نداد. چون پس از اینکه رژیم افغانستان عوض شد، گوگل افغانستان رو هم تحریم کرد و پرداختی به افغانستان الان نداره و دقیقا مثل ایران افغانستان هم تحریمه و شما نمیتونید از اکانت های ادسنس افغانستان هم استفاده کنید. پس نیاز هستش که شما یا با این اشخاصی که براتون توی تلگرام آیدیاشون رو گذاشتم در ارتباط باشید تا راهنماییتون کنن و کانال سایت شما رو توی ادسنس ثبت کنند، یا اینکه خودتون با یک شخص خارجی، حالا دوستتون هستش یا یکی از اقوامتون هستش که در خارج اقامت دارن، میتونید هماهنگ باشید که این تاییدیه ادسنس رو دریافت کنید و ماهیانه پولی که از ادسنس برای شما پرداخت میشه رو در خارج از کشور دریافت کنید. ممنون از اینکه تا اینجا ویدیو همراه ما بودید. ویدیوهای بعدی ما رو از دست ندید. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. خدا نگهدار.